أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 3825 می باشد و در کتاب مسلم 1714 می باشد. عایشه مادرمان رضی الله عنها می گویند هند دختری عتبه به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر گشت در حالی که به اسلام گرویده بود. گفت ای رسول خدا، من دوست می داشتم که در زمان جاهلیت، در زمانی که کافره بودم، دوست می داشتم که تو و خانواده‌ات خاری ذلیل گردی. یعنی اکنون امروز ایمان آوردم، دوست می دارم که تو و خانواده‌ات عزیز و سربلند باشی. ببینید الله دشمنی که سختترین دشمنش را به بهترین دوست برگرداند. الله قادر است. سپس گفت ای رسول خدا، گفت شوهر من مردی مسیک بخیل است، بر من ما را نمی خوراند نمی پوشاند مگرم که در حالت بخل و خسیسی. آیا من می توانم گفت برای خودم و برای فرزندانم از مال شوهرم نپرسیده گیرم و استفاده برم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا اراه الا بالمعروف. من این را اجازه نمیتیم مگرم که بالمعروف، به قدری که نیاز داشته باشی، به قدری که عرف همان دیار، عرف همان مکان برداشت کند. یعنی آنچه که بر تو کفایت میکند یعنی باکی ندارد. خودی ما یکفیکی و ولدکی بالمعروف. تو بر خودت و فرزندانت می توانید بالمعروف از مال شوهرت بگیری، استفاده بری. در این حدیث دیده می شود که زمانی که شوهر بخل می ورزد، مسیک است، زن در این حالت می تواند به اجازه شوهر از مال شوهر به قدری نیازش استفاده برد. و در این حدیث دیده می شود که الله می تواند که قلب بنده را در یک لحظه از طرف کفر به طرف ایمان برگرداند. الله قادر می باشد. و زمانی که مثلا شوهر که بسیار بخیل می شود، چون که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که آیا مؤمن بخیل می شود؟ پیامبر گفتند آره. سپس پرسیده شد آیا مؤمن دروغگو می شود؟ گفتند دروغگویی از صفت مؤمن نیست. گاهی می شود بخل و می ورزد، اما در این حالت پیامبر معالجه کردند که گفتند تو شما می توانید زنها به قدر نیازتان از مال شوهر نپرسیده بگیرید، نه اینکه او را خراب بکنید، ضرر یعنی مفلس گردانید، بانکرات میگوید. نه، به قدر نیازتان که و به قدر خوراک، به قدر لباس می توانید بگیرید. و اینچنین اسلام عزیز برای زنها مالکیت شخصی را اجازه داده است. باید زن می تواند یک مبلغی برای خودش داشته باشد، زیرا بعضی شخص های جاهل میگویند که نباید زن مالکیت شخصی داشته باشد، زن مثل مال میگویند. نه، اسلام عزیز این طور نمیگوید، بلکه حتی وقتی از میراث پدر و شوهر برخوردار گردانده است. وقتی که یک شخص از این دنیا رفت، اگر یک دختر و یک پسر داشته باشد، مال به 3 تقسیم می شود. 2 حصه اش را فرزند می گیرد، 1 حصه باقی مانده اش را، 1 حصه اش را دختر می گیرد. للذکر مثل حظ الانثیین میگوید الله. مردها 2 برابر زنها می گیرند. و اینچنین وقتی که شوهر از این دنیا رفت، اگر فرزند نداشته باشد، زن از 4/1 مالی شوهر برخوردار می گردد. میبینید اگر شوهر $100,000 مانده از این دنیا رفت،
25,000 دلارش از آن زنک می شود. 4 مال. اگر مرد فرزند داشته باشد در این وقت 8 مال از آن زن می شود. الله حصه گذاری کرده است. اسلام عزیز است وقتی که ما اگر اسلام را دانیم و تطبیق بکنیم. این بود تفسیر شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.